زمره و این گروه نبود. او برای گوش کردن امر معروف هم اومده بود. اما کار همی خیلی غلطی فوق العاده که دیگه ایزو کشید ایجوش خسته نتونست. گروه هم را میبخشی. او هم گوشت قطوسخوری اومده بود. آشی پلاوزنی اومده بود. هیچ در نقشش نبود که من میشینم با صحبت گوش میکنم. آیا تو گناه هم را میبخشی پروردگارا؟ حضرت خداوندی میفرموده است هم الجلساء لا یشقی بهم جلیسهم. علما و واعظای امت حبیب من محمد صلی الله علیه و سلم همنشینای خوبی هستند که هرگز نمیگذارن که نما همنشینشون در شقاوت باشه. گپی خدا و پیغمبر هم میگن بعضا سختتر کرده و تلختر کرده میگن زیرا آدم بیمرده داروی تلخ دادن در کار. اما نمیگذارن که نما همنشین در شقاوت در بدبختی باشه. با شرطی که با صحبت اهمیت بتن گوش کنن. بسیار مهم استی. خدا رحمت کنه مولوی را. میگه اونیا که مرغی گرفت از مکر دام. یک صیاد یه روز خیلک میمونه. حاجی جمشید بسیار با دقت گوش کرده است صیاد دایده ای. انا خیلک میمونه یک پرنده ای را شکار میکنه. مرغ او را گفت ای خواجه همام تو بس گاوان و میشان خورده ای، تو بس اشتر به قربان کرده ای، تو نگشتی سیر زینها در زمان هم نگردی سیر از اجزای من. قدرت خداوند همون پرنده ها به گپ میآید، به سخن میآید. وقتی حکم خداوند برود سنگ تسبیح میگه، وقتی امر خداوند شود گرگ به سخن میآید. هیچ اشکال نداره. این پرنده کو با بعضی پرنده هاش در گپ زنی بسیار استوار. بعضی همین نمودی پرنده ها را اگر اهمیت داده باشه مثل توتی، حتی بعضا همین ماینه را چکارش میکنن چه هیلهش میکنن که گپ میزنن. در یک زپیسک دیدم 7-8 کلمه را یا ماینه میگه. خدا رحمتش کنه فقیه ابیلیسی فقیه ابو حفصی کبیری بخاری منتشر کننده مذهب امام اعظم ابو حنیفه در همین ملکای ما در ماوراء النهر. همین حضرت میگه وقتی که اومده بود در مسجد روزای جمعه موعظه میکرده است. یک روز بالای منبر شیشته است. یک شخص سوالش میته که حضرت شخصی که دعای قنوت نمیدونه اجازه هسته که جای همون قنوت مقصد که انا فرض کردیم که یگان دعا کنه یا که مثلا اینن بعضا سوره اخلاص میخونن همه اجازه هسته؟ میگه همه یا ربی بگه کفایه میکنه. همون درسته. هیچ رم که ندونه همه یا ربی بگه میشوه. بعد چند موسم حج میشوه این حضرت امیر حج تعیینش میکنن از بخارا رویش میکنن. در این شهر بغداد میرسن ولی که با حرم ندارم دیگه. در این بغداد عراق یک روز خطی حاجی و بزرگ میدرویا یک پرنده را در فروش ماندگیان یک توتی را صاحبش به حد نرخ قیمت گفته است. با میگن که تو چی به قیمتش میگویی؟ میگه این 300 کلمه میدونه. زیاده ای 10 سوره قرآن از یاد میدونه. 10 سوره. همون توتی قدرت خدای تعالی دعای قنوت هم میدونیست است. گفت این دعای قنوت هم میدونه. توتی دعای قنوت از یاد گفت میگه. این وقتی که حضرت اکد فتوا داده است که همین یا ربی بگوی میشوه جای دعای قنوت در نماز ویتر. همین وقت قنوت خانی توتی را میبینه خطی مردم وداع میکنه و بگرده قفو. میآید روز جمعه بالای منبر میگروه میگه همون آدمی که مرا سوال داد کجاشی؟ با یک کس میخیزه که من دادم. میگه چند نماز تو حوزی را خوندی قبول حوزی میره مرده از یاد میکنی. ناشکری تبا کنم که اوخیت توتیه که عقل نداره مکلف نیسته به خاطر یه مشکر دعای قنوت از یاد کرده است و اوخی ترا بدبخت خدای تعالی با عقل با ایمانت کرده است. اوخی تو اشرف مخلوقات پروردگار هستی. ترا وعده جمال خود چه داده است، وعده جنت چه داده است. این خبرای تو نوش نعمت مهیا کرده است. حتی هم توتی و بلبل هم در خدمت تان تو شرم نمیدونی که دعای قنوت از یاد نمیکنی. همین روز میره مرده از یادش میکنی امتحان میگیره. همین واقعا بعضی پرنده هسته که میدونن همین در زپاس سلاور زپاس شو 300 کلمه زیاد هم هست. میگه قدرت خدا هم پرنده به گپ میآید. میگه که ای خواجه تو فکر که این قدر شتر و گاو و گوسفند تو خوردی سیر نکردی
توسی نوزانی ای تومیر آوردن زدی ولی سحر بپرساند میگوی که شکم ای گشنگی را نغوره می نبود با همین 30 گرم با همین 10 گرم گوشتی من سیر میکنی گوشتی من 10 گرم با همین گوشتی من سیر میکنی همین کشتن منو خوردن من یکم فایده نمیگیری هلمه رو تا که 3 پندت بردی هم تا بدانی زیرکم یا ابلهم از اون بهترش رهام که 3 نصیحتت میکنم انشالله با همین نصیحتو عمل کردی خداوند خیر دنیا و آخرت هم میتد اولی اون پند هم بر دستی تو ثانیش بر بام کهگل بستی تو وان سوم پند دی هم من بر درخت تو از این 3 پند گردی نیکبخت نصیحت اول اگو در همین کفی دستت میکنم با نگوی که همین پرنده فریبم کدسته اگر معقول شید سرم تی نصیحت دیگه در بالای دیوار میکنم بعد وقتی که آزاد شدم و طبیعتی که شده که خداوند دیده که برومدم در شاخ درخت بعد انشالله ای همه نصیحت مهمترین اساسی را میگم آن چی بر دست است آن است این سخن که محال روزی کس باور مکن نصیحتی اول گفت برادر وقتی شخصی از سخن محال گفت بشنو باور نکن متاسفانه بسیار میشود اید چون میکنی جان تغم داده هیچی گپ نداره خیلی همون فرزکات هم میخونی خیلی تو مسافری کو همون سنت نخونی را میشود کسی همی گپ هم میگه کو بخدا قسم آشنایی تو نیست او رفیقی تو نیست اونا میخواه که تو چند ثواب دیگه بگیری اگر هم مردک بگد که 10 سوم همونجا غلطیدگی این نگیرش همون را چیکارش میکنی یا خیلی 200 300 سوم داری گپش گوش میکنی نمیکنی کو پس چرا در کار شریعت یک بدبخت مانع ایتو میشه با این لعنتی ها بعضش نعوذ بالله تهمت میزدیان که در سفر نمازی سنت خوندن بدعت والله کسی میگه خودش مبتدی است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوانده شدن سنت در سفر ثابت است در جامع السنن امام ترمذی حدیث عبدالله ابن عمر است والله اعلم حدیث رقم 552 حضرت میگه صلیت مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الحضر و السفر همراه حضرت میگه هم در حضر در وطن نماز خوندگیم هم در سفر یعنی از پشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فصلیت معه فی الحضر الظهر 4 و بعدها رکعتین همراه حضرت میگه نماز پیشین در وطن 4 رکعت خوندیم 4 تا بعدش 2 رکعت بعدش 2 رکعت نمی 2 رکعت سنت بعد پیشین است و میگه و صلیت معه فی السفر الظهر رکعتین و بعده رکعتین همراه حضرت در سفر میگه نماز پیشین 2 رکعت خوندیم قصر بعدش 2 رکعت بعدش 2 رکعت نبی سنتی بعد پیشین است والعصر رکعتین ولم یصلی بعدها شیئا نماز عصر میگه 2 رکعت خوندیم بعد عصر حضرت یگون چیز نخونده است بعد عصر او برای که سنت نیست والمغرب في الحضر والسفر سواء 3 ركعات وهي وتر النهار نماز شام هم در وطن هم در سفر 3 رکعت خونده میگه او نماز شام قصر نداره این برای وتر نهاره بعد حضرت میگه و بعدها رکعتین بعدش 2 رکعت یعنی 2 رکعت سنتی بعد شام خونده با اسناد حسن ترمذی آورده استش امام طحاوی در شرح معانی الاثار همه حدیث آورده است با اسناد همون حسن با علاوه داره میگه و صلی العشاء رکعتین و بعدها رکعتین نماز خفتن حضرت 2 رکعت خون بعدش میگه 2 رکعت این هم 2 رکعت سنتی بعدی خفتن است برای همین تری گپورا بشنو قبول نکن نامعقول کرده است بگو برادر تو نامعقول کردی بعد میگه وقتی که ای کفش آزادش کرد جست بالا و بران دیوار رفت پری در سر دیوار شیشت گفت دیگر برگذشته غم مخور چون زی تو بگذشت زان حسرت نبر نصیحتی دیگه گفت بگذشته صلوات چیزی رفت فکری حاضره و آینده تبکک همین بسیاری مردم ایامی غمه ای بچه کاش که همین فرزنده وقتش دمی بردم در پیش یک خوری میموندم حالی یگان پرحق میبرداشت امروز انشالله هم فایده و منفعتش در دنیا میرسیده که هم بعد مردن گذشته رفت مردکی حاضر فکر کرد علم یگان محدودیت نداره
اطلب العلم من المهد الى اللحد. علم طلب کن از گهواره تا لحد، تا وقتی مردن تا. یگان محدودیت نداره. صحابه پیغمبر مسافر بودن، تعلیم گرفتن و تمام مردم عالم تعلیم دادن. برای علم یگان خیلی محدودیت نیست. یک مسافر در 60 سالگی پنسه میشوه، در مدت 3 سال قرآن کلان حفظ کرده است. این 60 ساله مردک در 63 سالگی حافظ کلی قرآن شده است. تنبلی نکن، حالی وقت است. اما چیزی رفت دیگه نگو بچه وقتش ده چی باید ایتا نکرده، وقتش ده چی باید ایتا نکرده. نگو که وقتش ده در کلخوز زمین میفروختن یک ساتیخش $100 نمیخری، یک 50-60 ساتیخ پرتای امروز اینه چند هزار دلاری میفروختم. خود در نصیبت نبوده است جورا. برای همین چیزی که رفت دیگه خلاص. آزاد شد، میگه بالای شاخی درخت برآمد. بعد از آن گفتش که در جسمم کتیم 10 درم سنگ است یک در یتیم. دولتی تو بختی فرزندانی تو، بود آن گوهر به حقی جانی تو. وقتی شاخی درخت داشتش که ای مردکی این ساده، اگر میکشتیم در درون جغیلدانم یا بریلیانت بود، یا بریلیانتش 30 گرمه به 7 پشت میرسیده. دولتی تو بختی فرزندانی تو، بود آن گوهر به حقی جانی تو. فوت کردی در که روزیت نبود، که نباشد مثل آن در وجود. خیلی در نصیبت نبود است، بر رفته دستت. میگه آنچنان که وقتی زادن حامله ناله سازد، دایش در غلغله، خوجش در غلغله. همیچ خیلی زنه که دردی کودک میزنه آه و فیغان میکنه، ایران میگه حیدریق دزد. ای بچه کاش که میکشتمت ناشگری عقل شود، کاش که فریبی تو را نمیخوردم. ما را گفتش نه نصیحت کردمت که ما بودو برگذشته دیغمت. پرنده میگه هر دبری رود سیاه که انسانی عاقل. همولی نصیحتت نکردم که بگذشته صلوات. چون زیتا بگذشت چون غم میخری، یا نکردی فهم پندم یا کری. اوخی چیزی رفت من خلاص شدم، نه که های دریغ میگوی. وان دیگر پندت بدادم که زلال، هیچ تو باور مکن قولی محال. من نیم خود 3 درم سنگ ای اسد، 10 درم سنگ اندرونم چون بود. اوخی نو پیشتره گفتم که سخنی مشکل گفتم بشنو قبول نکه. اوخی ناشکری چوا که من خودم 10 گرمم بریلیانتی 30 گرمه را چخیل من قرد کردم، چخیل میگیرم میگردونمش هر سا. هیچی عقل داری 3 برابر عوض خودم از بینتر. میگه خوجه باز آمد به خویش، عقلش در سرش زد. خوجه باز آمد به خویش گفت که حین باز گوی آن پند خوبی سومین. جورا گفت که وعده کردی هم نصیحتی سوم بکن. او گفتی یا نصیحتی دیگه بکنم. گفت آره خوش عمل کردی بدان، تا بگویم پند سالیس رایگان. گفت که ایده تشخطی خوب عمل کردی، خیلی عالم گلیستان شد، سیمش موند. در 1 دقیقه 2 نصیحت ما فراموش کردی. پند گفتم بر جهول خوابناک، تخم افکندن بود بر شور خاک. این همی شخصی که جاهل است، خوابالوده، بر او میگه پند نصیحت گفتن مثل این همی چوشیدن دانه گندم در شور زمین ای. برای همی در محفل معرکه وقتی که صحبت شید، هر موضوعی که باشه انشالله مهم ای لازم ای، با دقت گوش کنی برادرو. بعدم به خاطر اون که فراموش نشوه، همراه لو عقل بره در همی خاندان تو در بین فرزندان تو قصه کنی. الحمدلله امروز هم محفل خیر است، هم محفل دعوت حاجیو است، هم محفل مولود نبوی است، هم الحمدلله این بابای عبدالواحد خدا برکتش بده از بس که در ناشکریش هم بچه را یاد میدادم که کم کم خیر کردن در کار، اوراقها را یاد کردن در کار. همین فرزند مثل پدر میروه، کم و تدین و تدان. چه خیلی تو معامله کردی با تو هم خیلی معامله میشوه.